تصور کن جایی روی زمین وجود داشته باشه که حتی دولت هند هم اجازه ورود به آن رو نداشته باشه. جایی که هلیکوپترها اجازه فرود ندارند. قایق‌ها حق نزدیک شدن ندارند و اگر فقط چند متر به ساحلش نزدیک بشی ممکنه با تیر و نیزه کشته بشی. اما این جزیره کجاست و چرا مردم آن حاضرند برای دور نگه داشتن غریبه‌ها جانشان را به خطر بیاندازند؟ در میان آبهای آبی خلیج بنگال جزیره کوچک به نام سنتینل شمالی قرار دارد. این جزیره بخشی از مجمع الجزایر آندامانا است و تحت حاکمیت هند قرار دارد. اما نکته عجیب اینجاست. هیچ کس اجازه ندارد وارد آن شود. دولت هند شعاعی حدود 5 کیلومتر اطراف جزیره را منطقه ممنوعه اعلام کرده است. حتی نزدیک شدن با قایق هم غیرقانونی است. در این جزیره قبیله‌ای زندگی می‌کند که به نام سنتینلی‌ها شناخته می‌شوند. دانشمندان معتقدند آنها هزاران سال است تقریباً بدون ارتباط با دنیای خارج زندگی کرده اند. هیچ کس زبانشان را نمی‌داند. هیچ کس جمعیت دقیقشان را نمی‌داند. حتی کسی نمی‌داند خودشان چه نامی برای قبیلهشان انتخاب کرده اند. آنها شکار می‌کنند، ماهی می‌گیرند و با تیر و نیزه از جزیره خود دفاع می‌کنند. در طول تاریخ افراد زیادی تلاش کرده اند با این قبیله ارتباط برقرار کنند، اما تقریباً همه با واکنش تند آنها روبرو شده اند. در سال 2006 2 ماهیگیر که به اشتباهی وارد محدوده جزیره شده بودند توسط افراد قبیله کشته شدند. 2 سال بعد وقتی یک هلیکوپتر برای بررسی منطقه پرواز کرد، افراد قبیله با تیر و نیزه به سمت آنها حمله کردند. در سال 2018 جان آلن چاو مبلغ مسیحی آمریکایی برخلاف قوانین هند مخفیانه وارد جزیره شد تا با قبیله سنتینلی ها ارتباط برقرار کند، اما او نیز توسط افراد قبیله کشته شد. شاید تصور کنید دولت هند باید آنها را با دنیای مدرن آشنا کند، اما دلیل ممنوعیت ورود محافظت از خود این قبیله است. بدن سنتینلی ها احتمالاً در برابر بسیاری از بیماری های رایج امروز ایمنی ندارد. حتی یک سرماخوردگی ساده می تواند جان تعداد زیادی از آنها را بگیرد. به همین دلیل دولت هند تصمیم گرفته هیچ ارتباط مستقیمی با آنها برقرار نکند. تا امروز هنوز هیچ کس نمی داند جمعیت واقعی آنها چند نفر است، زبانشان چیست، باورهایشان چگونه است، یا دقیقاً چند هزار سال است که در این جزیره زندگی می کنند. هر تصوری که از آنها وجود دارد از فاصله دور گرفته شده است. در دنیایی که تقریباً تمام نقاط آن روی نقشه ثبت شده اند، هنوز جایی وجود دارد که انسان مدرن نتوانسته وارد آن شود. جزیره سنتینل شمالی شاید آخرین گوشه زمین باشد که زمان در آن متوقف شده است. اما سوال اینجاست: اگر روزی این قبیله با دنیای مدرن روبرو شود، چه اتفاقی برای فرهنگ و زندگی آنها خواهد افتاد؟